أخافك ربي وأرجوك ربي أحبك ربي وهذا شعاري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، اولین شب قبر. دوستان عزیزم، تو بیشتر از 2 شب را در زندگی تجربه نخواهی کرد. یکم، شبی که با خانواده و دوستان در خنده و شادی و در تنصیحاتی، در خوشی و سرخوشی به خنده هستی. و شب دیگر اولین شب قبر است که در خوف و هراس از سوال و جواب هستی. شب تنهایی و شب بی همسر و فرزندان. آره، اول شب قبر شبی که شدت آن قامت عالمان ربانی و بزرگان را خمیده کرده است و قلبشان را به تپش واداشته است. شبی که پیغمبران و فرشتگان خدا را به شکایت و زاری کشانیده است. شبی که اگر تو را ترسانیدند و عملهایت را نپذیرفتند، بدان که بیچاره و بدبخت شده. شبی که سرنوشت دائمی تو را معین خواهند کرد. شبی که صبح آن قیامت است و طلوع خورشید را دیگر در بر ندارد. در حدیث می آید اگر شب کرده به انتظار صبح مباش و اگر صبح بیدار شده به انتظار شب منشین. اولین شب قبر شب وحشت و یا شب راحت است. شبی که دیگر برای تو مؤذن برای نماز صبح اذان نخواهد گفت. دیگر از ندای الصلاة خیر من النوم، یعنی نماز بهتر از خواب است، خبری نیست. شبی که مؤذن صبح آن اسرافیل است. چون او ندا برآورد، استخوان‌های پوسیده تو از جا برمیخیزند و به دربار و مقام پروردگار عالمیان راست میایستند. الله میفرماید و بگذاریم بعضی آنها را آن روز که در هم آمیزند، در بعض دیگر و دمیده شود در سور، پس به هم آریم آنها را به هم آوردنیم. سوره کهف آیت 99. آره، نماز و روزه تمام شد. دیگر سحرخیزه و افطار وجود ندارد. آیا هیچ کس میداند که قیامت کی قایم میگردد؟ قایم شدن قیامت یکی از کلیدهای غیب است که علم آن را خداوند به خود خاص گردانیده است. چنانکه که میفرماید به تحقیق نزد خداوند است علم ساعت و میفرستادد باران را و میداند آنچه که در رحم یعنی بطن مادر است. هیچ نفس نداند که فردا چه کسب خواهد کرد و هیچ نفس نداند که به کدام سرزمین خواهد فوتید. سوره لقمان آیت 34. تو را از ساعت سوال نمایند که چه وقت از لنگر پرتافتنی آن، قائم شدنی آن، بگوی علم آن همانا پیش پروردگار من است و آن را در میعاد خود تنها او روشن سازد. برای آن وزین آمد بر آسمان ها و زمین، قیامت نآید شما را مگر ناگهان. سوره اعراف آیت 187. تو را از ساعت سوال نمایند که چه وقت از لنگر پرتافتنی آن، تو از کجا بیتوانی آن را یادآور شوی؟ به سوی پروردگار توست پایانی آن. سوره نازعات آیت 42 و 44. وقتی که جبرائیل علیه السلام با پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت مرا از قیامت خبر بده، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند سوال شونده در این موضوع آگاهتر از سوال کننده نباشد و نشانه های قیامت را برایش ذکر نمود. دوستان من، سخن را به همین خاتمه می دهیم تا نوارهای دیگر. الله سبحان است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.